امیدوارم حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه 91 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار رو با هم دیگه کار بکنیم. قطعه پایانی این کتاب. تبریک میگم، آفرین به شما که تا اینجا همراه بودید، ادامه دادید و این کتاب رو با همراهی همدیگه تموم کردیم. حتما لطفاً برام بنویسید از تجربیاتی که داشتید، قطعاتی که زدید، کدوم قطعه رو بیشتر دوست داشتید، چطور پیش رفت و پیشنهادتون رو به من بگید برای کتاب بعدی. چون این کتاب که تموم شد باید یک کتاب جدید رو با همدیگه شروع بکنیم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک بکنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت بکنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. این راه خیلی خیلی ساده‌ای هست برای شما که من رو حمایت بکنید و به من انرژی بدید که ویدیوهای بهتر و با کیفیت‌تری رو تولید کنم. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. یادتون باشه که این ویدیوها صرفاً برای کانال یوتیوب من گرفته میشه و اگر این رو از هر پلتفرم دیگه‌ای می‌بینید کاملا غیر قانونی و غیر اخلاقی هست. بریم که ویدیو خوب داشته باشیم. خب این قطعه شماره 9168 هست و خیلی خیلی قطعه زیبا و پر انرژی هست. حتما لطفا سعی کنید تمرینش کنید، اول با سرعت کم و بعد آروم آروم تا جایی که ممکنه میتونید تندش بکنید. میدونید که 6 یعنی توی هر میزان معادل 6 تا نوت چنگ داریم، به صورت 1 2 3 4 5 6 میشماریم، ولی مترونوم اگه میخواید بذارید مترونوم رو باید روی 2 ضربی بذارید، با هر ضرب مترونوم 3 شماره بشماریم. میریم از اول شروع میکنیم، هم حالا با شمارش پیش میریم و یاد میگیریم، همین که بعد مترونوم میذاریم و با مترونوم زدنش رو هم کار میکنیم. خب دو میزان اول به عنوان پایه این قطعه هست. نوتامون هست دو سل 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 سل، دو سل 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 سل. خیلی مهمه که راست و چپش دقیقاً همون چیزی که اینجا نوشته رعایت بشه. اجراش میکنیم روی ساز. دو سل 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 سل، دو سل 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 سل. میشماریمش 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6 و اینو چندین بار تکرار میکنید تا به سرعت خودش برسه و این دو تا راستی که این وسط میفته بدون وقفه بتونه اجرا بشه. میریم سراغ جمله بعد. سه میزان بعد میشه ملودی اولی که معرفی شده. سل 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 دو سی، دو دو سکوت، دو ره، دو سی لا سی لا. اجراش میکنیم. سل 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 دو سی، دو 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 ره، دو سی لا سی لا. حواستون باشه که ریزا رو به صورت 4 تایی میزنیم، یعنی بیشتر از 4 تا جا نمیشه. تو سرعت بالا که میره، شاید الان که سرعتمون کمه احساس کنید که خب این خیلی بازه و خلوته، ولی تو سرعت بالا همون 4 تا کافیه. پس با سرعت کم همون 4 تایی میزنیم که دستمون عادت کنه به این حالت 4 تایی. با شمارش میزنیم 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 4 5 6 و 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. میدونید دیگه تکرار داره که باید این ملودی دوبار اجرا بشه. منم الان براتون دوباره اجرا کردم. میریم جمله بعدی که یه نوت میاد پایین‌تر با یه ذره تغییر. فا 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 سی لا سی سی، سی دو سی لا سل لا سل. اجراش میکنیم. فا 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 سی لا سی سی، سی دو سی لا سل لا سل. میشماریمش 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. این دو خط رو براتون اجرا میکنم که فضای آهنگ دستتون بیاد که چطوری هست. بسیار عالی. اینو اگه خوب یاد بگیرید دیگه بقیه آهنگ تقریبا ساده میشه. دوباره همون ملودی که توی خط اول اجرا کردیم اینجا تکرار میشه. سل 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 دو سی، دو 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 ره، دو سی لا سی لا، که اینو باید 2 بار بزنیم و بعد ادامهش سه میزان آخر خط سوم تکرار همون سه میزان آخر خط دومه. این عملا داره این جمله دوباره کلش تکرار میشه. میریم سراغ خط چهارم که یه حالت پاساژی داریم این وسط. اینا رو میتونید میزان میزان دیگه ببینید، نه سه میزان. میشه فا سل لا سی دو ره، میزان بعد سل لا سی دو ره می، میزان بعد لا سی دو ره می فا، 6 تا 6 تا میره بالا و بعد ادامهش تو سه میزان بعدی به سمت پایین حرکت میکنه. ره می ره دو سی لا، دو ره دو سی لا سل، سی دو سی لا سل فا. پس کل خط چهارم رو اجرا میکنیم.
فا سول لا سی دو ره، بعدیش یه نوت بالاتر سول لا سی دو ره می، حالا از لا سی دو ره می فا، حالا از ره به سمت پایین میاد ره می ره دو سی لا، دو ره دو سی لا سول، سی دو سی لا سول فا. حالا پشت سر هم براتون میزنمش. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6. خیلی خب، میریم خط بعدی، خط پنجم که ملودی رو یه نوت برده بالاتر. سل 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 ره دو ره سل ره می ره دو سی دو سی. اجراش میکنیم. سل 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 ره دو ره سل ره می ره دو سی دو سی. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. توی جمله بعدی کل ملودی یه نوت میاد پایین تر. سل 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 دو سی دو 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 ره دو سی لا سی لا. سل 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 دو سی دو 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 ره دو سی لا سی لا. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. و جمله بعدی که ملودی پایانی ما هست یه نوت میاد پایین تر از فا. فا 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 سی لا سی 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 دو سی لا سل لا سل. فا 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 سی لا سی 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 دو سی لا سل لا سل. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. و ملودی که تموم میکنه قطعه رو از نوت فا. فا سل لا سی دو ره، بعدش از سل سل لا سی دو ره می، بعدش از لا سی دو ره می کرون فا سل. حواستون باشه که اینجا می رو بعد می خرک اول پشت خرک بزنیم و آخرش سل جفت دو سل. میزنیم 4 1 2 3 4 5 میزان آخر رو، یعنی از میزان آخر خط یکی مونده به آخر. فا سل لا سی دو ره سل لا سی دو ره می لا سی دو ره می فا سل دو سل. خیلی مواظب این دوتا راستی که روی دوره میفته و اون فاصلی که پشت خرک داریم باشید. حتما باید اینجا دوتا راست بزنیم و الا مضربا روی همدیگه میچرخه، نمیتونیم توی سرعت بالا اجراش بکنیم. خیلی خب، میریم یه دور از اول تا آخر براتون اجراش میکنم که بدونید که شما باید چی بزنید و چه صدای اساستون در بیاد. با مترونوم میزنیمش که دیگه با مترونوم زدنش هم متوجه بشید. مترونوم رو تنظیم میکنیم روی 2 ضربی و سرعت 100. اوکی. گفتیم با هر ضرب مترونوم باید 3 تا شماره بشماریم، یعنی مترونوم فقط 2 ضرب بهمون میده. یه ضربه اصلی که شماره 1 ما هست و یه ضرب رو شماره 4 میفته. ببینید 1 4 1 4. حالا درستش اینه که بگیم 1 2 1 و 2 و ولی برای سادگی و راحتی میگیم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. بریم بشنویم قطعه رو. و خب بعد که بیشتر تمرینش کردید سعی کنید یه مقدار سرعت رو ببرید بالاتر و یه مقدار پر انرژی تر اجرا بکنید. براتون یکم حرفه‌ای تر اجراش میکنم.
امیدوارم که ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یادتون باشه که حتما لطفاً کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، لطفاً همین الان کامنت بذارید، حمایت بکنید. همین حمایت ساده شما به من کمک میکنه که انرژی و انگیزه بیشتری داشته باشم و ویدیوهای بهتر و با کیفیت تری رو براتون تولید کنم. آفرین به شما که تا اینجا همراه بودید، پیش اومدید، این کتاب رو تموم کردید. مطمئن باشید اگر همینطوری ادامه بدید خیلی 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 زود پیشرفت میکنید. قطعه های تکنیکی تر رو با هم دیگه میزنیم و با هم دیگه تا آخر ادامه میدیم. مراقب خودتون باشید و به امید دیدار.